Rapunzel, Yes? don't ever ask to leave this tower again. Yes, Mother. I love you very much, dear. I love you more. I love you most. Don't forget it. You regret it. گاهی کسی که بیشترین عشق رو به ما نشون میده همون کسیه که قفس دور ما رو میسازه. من فرزانم. اگه دنیای کهن الگوها برات جذابه و میخوای لایه‌های عمیق‌تر ناخودآگاهت رو کشف کنی با من همراه شو. سابسکرایب، لایک و زنگوله یادت نره. کهن الگوی مادر یا مراقب نیروییه که زندگی رو پرورش میده. امنیت و حمایت میآفرینه و به ما اجازه میده تا در زمین امنی رشد کنیم. این انرژی ریشه های ما رو تغذیه میکنه تا بتونیم بال بگشاییم. در روان ما مراقب همیشه حضور داره. گاهی در قالب مادری درونی که ما رو آروم میکنه. اما مراقب اگه تو سایه خودش قرار بگیره میتونه همون صدایی باشه که مدام میگه مواظب باش. نرو. نمیتونی. به تنهایی خطرناکه. مثل مادر گاتر. To be the bad guy? Fine. Now I'm the bad guy. صدایی که در ظاهر مراقبت میکنه اما در عمق ما ترس و وابستگی رو تقویت میکنه. و در نهایت مراقب واقعی یعنی توانایی دیدن و پرورش دادن خودمون و دیگران از جایی که عشق جریان داره. هر بار به کسی عشق، توجه یا امنیت میدیم یا وقتی یاد میگیریم خودمون رو در آغوش بگیریم این انرژی زنده میشه.